روز بخیر و عید سعید قربان به همه شما مبارک باشد. خبرگزاری‌های روز 1 سپتامبر از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم می‌کنیم. امروز در برنامه مسلمانان تاجیکستان برای اولین بار بعد تغییر و الовه‌ها به قانون تنظیم عید قربان را جشن گرفتند. هم لعل به دست آید هم یار نرنجد. خوانندگان تاجیک هم مکتب رفتند و هم از عیدگردک کنار نماندند. تا وقتی مکتب رویم ما عید میکنیم. بعد مکتب و قانونگذاران روسیه امکان تمدید شهادتنامه‌های رانندگی ملی مهاجران تاجیک را بررسی دارند. ساکنان تاجیکستان امروز در قطار دیگر مسلمانان دنیا عید قربان را تجلیل می‌کنند. به فرق از سال‌های پیش امسال نمایندگان بعضی دوره‌ها به کار برآمدند. با توجه به این همکاران ما میگویند نماز امساله عید قربان در مسجدهای دوشنبه سرادم نبوده است. میرزا نبی خالقزاد گزارش می‌دهد. صبح بر وقت امروز مردم تاجیکستان با ادای نماز عید قربان تجلیل از این عید را کردند و امروز به فرق از سالهای پیشین عید قربان مصادف با روز دانش آمد. این طرف مردم در مسجدها جمع می شدند و نماز می گذاریدند ساعت تقریبا از 6:30 تا 7 صبح و از سوی دیگر ما می دیدیم که طلبه های مکتب و دانشجویان به سمت دانشگاه ها روان بودند. نماز عید قربان که ما در نزد مسجد مرکزی قرار داریم در اینجا خیلی تحت نظارت امنیتی صورت گرفت. به دنبال این انجام عید قربان آن چیزی که ما با چشمان مشاهده کردیم شرکتی کودکان به چشم می رسید که آنها در قدم اول در مردم را می کوفتند و مردم را به این عید قربان تبریک می کردند و در عوض از مردم شیرینی ها و تحفه های عیدانه می گرفتند. وقتی که ما به گوشه های شهر می رفتیم در اونجا شرایطی مخصوص برای ذبح گوسفند یعنی عید قربانی آماده کرده شده. پیش از همه از نگاه سانیتری یعنی از نگاه بهداشتی و بهداری آماده شده بودند، ولی ما یکی از مرکزهای اساسی ذبح مال دیدن کردیم که در یکی از گوشه‌های شهر دوشنبه جای داشت که در اونجا 10 نفر ساکنان کشور در نوبت می ایستادند و مال خود را ذبح می کردند. خیلی شد. هفته هشتم شرکتی ما یا خود یا نفر همه هفته هشتایی که دستم میام بسیار در اینجا چند نفر خاصه با شما کار کردن؟ 6 و این را هم باید بگویم که کارمندان این ذبحخانه به ما گفتند که امروز به مناسبت روز عید قربان ذبح مال رایگان و بی پول برای مردم انجام داده شده است. همینطور عید قربان در تاجیکستان تجلیل شد. میرزا نبی خالقزاد گزارش میداد. همزمان امروز هزارها مسلمان سراسر دنیا در یکی از رکنهای مهم حج مراسم سنگ زدن شیطان اشتراک کردند. پرتاب سنگ به 3 دیوار جمرات که در وادی مینا قرار دارد آغاز عید قربان به حساب می رود. عربستان سعودی میگوید در حج امساله تخمینا 2,300,000 مسلمان اشتراک کردند. برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت معارف و علم تاجیکستان 1 سپتامبر که به روز عید قربان راست آمد بر اساس قرار مشاوره این وزارتخانه روز درسی اعلام کرد. هرچند این تصمیم در جامعه تاجیکستان همچون نقض حقوق ارزیابی شد، ولی صبح امروز خوانندگان و دانشجویان همراه با آموزگاران به درسگاه رفتند. امردین علیموف از چند مکتب پایتخت دیدن کرد و این گزارش را فرستاد. این کودکان برای نخستین بار به مکتب آمدند. گیمنازیای رقم 53 پایتخت 160 نفر را به صنف یکم قبول کرده است. سلام بچه. زنگ اولی این کودکان به برگزاری چاره‌بینی مخصوص آرام و با تماشای سخنرانی 2 روز قبل رئیس جمهوری تاجیکستان در اکادمی وزارت امور داخلی شروع شده است. ولی توجه این کودکان را دیگر چیز جلب کرده است. درس میخونن، شعر میخونن، رسم میکشن، مینویسن. بر اساس قانون‌های تاجیکستان روز تجلیل عید قربان روز استراحتی غیر کاری است، ولی مقامات گفتند وزارت معارف بر اساس صلاحیت خود امروز را روز آغاز تحصیل اعلام نموده است و معلمان و خواننده‌ها و دانش آموزان موظفند رعایت کنند. همین طور به فرق از سالهای پیش امسال رهبریت مکتب و دانشگاه‌ها اشتراک خوانندگان و دانشجویان را جدی نظارت می‌کنند. بچه‌ها فردا استراحت می‌کنند و روز سوم یکشنبه است استراحت می‌کنند. روز دوشنبه طبق مقررات درس‌ها رفتن می‌گیرند.
هرچند نظارت خوانندگان برای اشتراک در درس‌ها جدی است، اما آنها میگویند فرصت می‌یابند تا در روز عید قربان آنها هم عیدگردک کنند. تا وقتی مکتب رویم ما هم عید میکنیم. بعد مکتب. اگر مکتب نرویم استراحت میکنم. ما را گفتن که و این روز درس میریم، بعد فردا روز شنبه استراحت میکنیم. با آنکه جلب خوانندگان و دانشجویان به مکتب و دانشگاه فضای عید قربان را در تاجیکستان کاسته کرده است، ولی واقعیت این است که در این روز نورسان به خواندن درس میلی کم دارند و باطناً میخواهند آنها هم عید قربان را تجلیل کنند. رو می‌بریم به موضوعهای دیگر. قرار است به زودی در روسیه وکیلان دومای دولتی اجرای قانونی را به تأخیر اندازند که برای هزاران مهاجر از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان دردسر ایجاد کرد. این سند نه تنها رانندگان تاجیک بلکه ساکنان پایتخت روسیه را نیز سرگردان نمود. گزارشی را که حالا می‌بینیم درباره قانون بی‌خطری حرکت در راه‌های روسیه است. همکاران گرامی، در روسیه شهروندان کشورهای مشترک المنافع جمهوری بلاروس، اوکراین، قرقیزستان، تاجیکستان و کشورهای دیگر به حیث راننده کار میکنند. 100,000 نفری آنها در نقلیات مسافرکش و باربر فعالیت دارند. باور کنید کار زیاد این ساحه میماند. برای همین به نظر ما باید طرح قانون در بررسی اول قبول شود. التماس و التجای یوگنی مسکویچف وکیل روس را در ماه می امسال وکیلان دوما نپذیرفتند و سند درباره تمدید زمان گرفتن شهادتنامه رانندگی برای مهاجران را قبول نکردند. اکنون قرار است بعد بازگشت وکیلان روس به کار طرح مذکور دوباره بررسی شود که اجرای قانون بی‌خطری حرکت در روسیه را برای 1 سال به تأخیر بیاندازد. قانون ماه ایون حکم اجرا گرفت و 10,000 مهاجر تاجیک از حق رانندگی در شرکت‌های مسافرکشی روسیه محروم شدند. از 1 ایون قانون نوی به خطری حرکت در راه در روسیه به حکم اجرا درآمد و طبق آن مهاجران حق ندارند با شهادتنامه ملی خویش به مسافرکشی مشغول شوند، از بس که هزاران نفری آنها راننده تاکسی، اتوبوس و ماشین‌های بارکشی بودند. این مهاجران از حق فعالیت محروم شدند و کار نقلیات جمعیتی در روسیه و به خصوص مسکو بد شد. شکایت‌های پیوسته ساکنان پایتخت روسیه که نتوانستند سری وقت به کار بروند، شکایت شرکت‌های ساختمانی که بی راننده ماندند، مقامات روسیه را وادار کرد سری تمدید مهلت گرفتن سند رانندگی روسیه اندیشه کنند. خارجیان از جمله مهاجران تاجیک تا 1 ایون حق داشتند با سند رانندگی کشور خود در روسیه کار کنند. حالا دیگر از این حق محرومند و بسیاری از آنها میگویند با وجود مراجعت به ریاست بازرسی دولتی روسیه نتوانستند گواهینامه رانندگی بگیرند. به گفته مهاجران مقامات با هر بهانه از دادن سند به خارجیان خودداری میکنند و از طرف دیگر برای گرفتن گواهینامه رانندگی روسیه 50,000 روبل لازم است که مهاجر ندارد. از راه‌های روسیه به راه‌های تاجیکستان می‌گذریم. طور دیروز در برنامه خبر داده بودیم شب 30 آگوست در شهرهای دوشنبه چنوق در منطقه هوشیاری نویه ورزوب ماشین حامل 10 تن گاز ترکید. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی را در پی نداشت، زیرا رانندگان و خادمان آسایشگاه کودکانه که در روبروی مکان حادثه قرار داشت کودکان را به جای امن بردند. همکاران ما از محل حادثه گزارش می‌دهند. تقریبا ساعت 12 امشب در نتیجه ترکیدن یک ماشین که گاز میکشانید، یعنی گازآواز، و شدت آتش به درجه بوده است که حتی کابین ماشین به اون طرف دریا میرفت و این درختها، این دیوارهایی که میبینید از سناتوری کودکانه این ناحیه ورزوب است، همه خراب شده و چپه شده است و شدت این آتش به اندازه بوده است که حتی به او قد درختها، برگای درختها اینا همه سوختند. ولی خوشبختانه طوری که کارمندان IRS میگویند این حادثه در یک گوشه دورتر از جای استقامتی رخ داده. اگر میگن در اون وقت ساعت 12 شب در مرکز ناحیه این حادثه رخ میداد تلفات جانی زیاد به بار می آورد، ولی خوشبختانه امروز هیچ تلفات جانی نیست. تنها گفته می شود که راننده های این ماشین اندک جراحت برداشتن و فعلا میگن که در بیمارستان بستری هستند. که از سبب چی میگن به تجربگی راننده شدگی است که همین بالونی قسمت چرخ ماشین از سبب گرم شدن یا بسیار ترمز کردنش در گرفتگی علاب شدگی. بر اثر ترکش ماشین حامل 10 تن گاز مایع در منطقه هوشیاری ناحیه ورزاب، بینای آسایشگاه جمهوریوی بیماری‌های کودکانه دیل و ترباد آسیب جدی دید
به گفته شاهدان عینی این ترکش بنا و منزل‌های تا 500 متر جای حادثه را آسیب رسانیده است. در پی مقامات 39 کودکی را که در آسایشگاه جمهوریوی کودکان دیلوترباد به معالجه فرا گرفته شده بودند به جای دیگر انتقال داده شدند. حدا میبینیم کودکا رو جای به خف میبرن و همه کودوار جابجا میکنن که وای میکفن. غلامجان ناصروف مدیر آسایشگاه میگوید که 6 بینای این آسایشگاه از جمله آشخانه، طبابتگاه، بینای ماموریت و خوابگاه آسیب دیدند. به گفته جناب ناصروف اگر کودکان را تا لحظه رخ دادن ترکش به جای امن انتقال نمیدادند امکان جراحت برداشتن تقریبا 50% آنها وجود داشت. اما به گفته وی نگهبان آسایشگاه در لحظه های اول از حادثه آگاه شد و همین طور توانستند کودکان را به جای امن انتقال دهند. شما برنامه خبری تلویزیونی آزادی را تماشا دارید. اخیراً شهر خوجند مرکز ولایت سوغد بیش از 1000 مهمانان از ولایت مختار بدخشان را پذیرایی کرد. سفر فرهنگیان بدخشان به سوغد در دایره هفته فرهنگی صورت گرفت و ساکنان این دو منطقه میگویند چنین چاره‌بینی ها آنها را باز هم نزدیکتر میکند. گزارشی نوبتی ما در همین باره است. ما از منطقه‌های گوناگون تاجیکستان بدخشان از سوغد در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه واخورده همسبق شده بعد از 33 سال خدمت وامی‌کنیم. دوستان دیرینه محمد علی بختیاروف و جاویدی اشتی بعد از 13 ساله بار اول در مرکز ولایت سوغد به هم روبرو شدند. تصادف آنها را در روزهای فرهنگی ولایت بدخشان در شهر خوجند به هم آورد. هفته گذشته مرکز تاریخی خوجند در اختیار ساکنان و مؤسسه‌های بدخشان بود. مهمانان نمونه‌های هنرهای مردمی، نان و غذای گوناگون مردم ولایت دوردستی کشور را به نمایش و فروش گذاشتند. از جمله سنگ‌های گرانبهایی که بدخشان با آنها معروف شده است. شاخ‌های یک جانور نادر و زیبای بدخشان را هم در این نمایشگاه دیدن و خریدن ممکن بود. در گوشه دیگر هنرهای دستی مردم بدخشان هم طلبکاری زیاد داشت. مقامات میگویند برگزاری نخستین روزهای فرهنگی بدخشان در سوغد در چارچوب جشن 26مین سالگرد استقلال تاجیکستان صورت میگیرد که روز 9 سپتامبر تجلیل می شود. آنهایی که به اینجا آمدند میگویند از دیدن این نمایشگاه رنگارنگ خرسند شدند. این روزهای فرهنگی بدخشان به ما خیلی مفهوم شد. ما با والنتیرها در به این برنامه این یارمارک برآمدیم. بسیار یارمارکی جالب و جدی دیدنی. هدف از برگزاری روزهای فرهنگی بدخشان به گفته مقامات نزدیکتر کردن مردم دو ولایت است که فاصله زیاد آنها را از هم جدا می‌کند. بعضی از آنهایی که از بدخشان به خوجند آمدند میگویند بار اول است که در عمرشان این ولایت در شمال تاجیکستان را می‌بینند. من بار اول به سوغد اومدم برای همین قمند همین مقبول همین سوغد اومد و همین مردم مهمان نواز سوغد. روزهای فرهنگی بدخشان در سوغد که از 21 تا 26 آگوست ادامه کرد البته به ساز و سرود بدخشی نبود. ساز و سرود مردمی که آن را در تمام گوشه‌های تاجیکستان هم خوش دارند. و یک خبر کوتاه ورزشی هم داریم. در مسابقه قهرمانی جهان آید به جودو که در پایتخت مجارستان شهر بوداپست جریان دارد، پهلوان معروف توجیک کامرانشاه یوسفپریان از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم گشت. با نشر این خبر برنامه را انجام میدیم، اما در سامانه azadi.org شما میتوانید اخباری بیشتر از این را پیدا کنید. ویدیوهای قابل توجه در آزادی ویدیو یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی گذاشته شده است. عید قربان برای شما مبارک باشد. تشکر برای همراهی. صحت خوب و خدا نگهدار.